شام یکم ینور سال 2024 تخمینا ساعت 18:20 راننده автомашин تمغه اوپل استرا حقنظرов محمد علی سال تولدش 1994 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر روغون در روبروی دهه لولگی نویه فیض‌آباد از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ عالموف محیب‌الله سال تولدش 2014 ساکن نویه فیض‌آباد را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عالموف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا عریضه مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که ماه آگوست سال 2023 مرد 34 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش درآمده از او یک عدد автомашین تمغه لکسوس و یک عدد автомашین تمغه BMW را به مبلغ $89,000 امریکایی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که مبلغ مذکور را در مدت کوتاه برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه شومنصور با عریضه مرد 28 ساله ساکن همین نویه مراجعت نموده است که 15 ماه سال 2023 مرد 47 ساله ساکن شهر وحدت با روی فریب به باوریش درآمده از او یک عدد автомашین تمغه تویوتا کرولا را به مبلغ $11,500 امریکایی نرخ گذاری کرده گرفته و مرتبه دوم ماه ایول سال 2023 $6,500 امریکایی را به مقصد قرض گرفته وعده داده است که برای وضعش دستگاه ساختمانی آورده می‌دهد، اما او وعده‌اش را اجرا نکرده تا حال مبلغ مذکور را برنگردانیده است. ضرر رسانده شده $18,000 امریکایی را تشکیل می‌دهد. همزمان ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 45 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده ماه مارس سال 2019 با روی فریب به باوری مرد 50 ساله ساکن پایتخت درآمده از او $43,000 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همین طریق در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 47 ساله ساکن شهر خوجند همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 23 فوریه سال 2019 طبق شرطنامه خرید و فروش مال و ملک به مرد 58 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف از بنای ساختمانی یک حجره را به مبلغ 135,000 سومانی فروخته با مقصد به دست آوردن فایده مفت با روی قلابی حجره فروختش را باز به مرد 57 ساله ساکن شهر خوجند به مبلغ 70,000 سومانی فروخته مبلغ مذکور را به احتیاجات خود صرف نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه جیهون با عریضه مرد 58 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 18 و 19 دکبر سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا اشیاءهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 8,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 22 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.